به نام خدا و با عرض سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به قسمت سوم آموزش 0 تا 100 ادوبی فتوشاپ 2024. در این قسمت قرار است ما و شما پنل لیرز با هم دیگه بخونیم. در پنل لیرز چه کارهایی انجام میشه، چه دسترسی هایی را به ما میده و چه قسمی میتونیم از پنل لیرز استفاده کنیم. دوستا این را با هم دیگه میخونیم. در اول میخوایم بر شما جان نشان بدم که اگر ما پنل لیرز در کامپیوتر نداشته باشیم از کجا میتونیم این را پیدا کنیم. قسمی که میبینید در صفحه ما پنل لیرز وجود نداره و من میرم از منوی ویندو لیرز پیدا میکنم و با یک کلیک میتونم در قسمت ایره پیارم ظاهر بسازم. همچنان میتونیم دکمه F7 در کیبورد ما فشار بدیم و پنل لیرز باز هم در قسمت پیدا شود. ممکن است در بعضی کامپیوترها پنل لیرز در این قسمت ها بیاید یا اصلا وقتی که شما از این قسمت پنل لیرز میخواین باز کنین در قسمت ظاهر شود. جای نگرانی نیست دوستای عزیز، از این قسمت میتونین ایره کش کنین و در این قسمت ماوستون که در گوشه صفحه برسه رنگ آبی را که دیدین میتونین رها کنین و پنل لیرز در این قسمت جای میگیره. پنل بعدی که ما شما نیاز داریم به خاطر کارهای ادیت ما پنل پراپرتیز هست و از این قسمت میتونیم با یک کلیک پنل پراپرتیز ایجاد کنیم. همین قسمی که میبینید در فضا هم تو معلق است. ما میتونیم از این قسمت نام پراپرتیز بگیریم و در این قسمت بالا در کنار لیرز ایره رها کنیم و با یک کلیک میتونیم ما این قسمت ها را تغییر بدیم و پنل ها را جا به جای بسازیم. پنل بعدی که ما شما نیاز داریم دوستا از این قسمت کاراکتر است. از قسمت کاراکتر ما شما خیلی ضرورت میشه برمان در جریان کارهای ادیت. باز ایره ما میاریم و در این قسمت جاسازی میکنیم. این خط آبی رو میبینید در کنار پنل های دیگه در این قسمت جاسازی میکنیم و با فشار دادن این دکمه این پنل را در این قسمت پنهان میسازیم. روی از این کلیک میکنیم و auto show hidden panels و auto collapse iconic panels چی میکنیم؟ این تیک مارکشن هم میاریم، یعنی تیک مارک باید در قسمت ها باشه. به خاطر از اینکه ما روی از کلیک میکنیم استفادهش میکنیم و وقتی که ما دیگه جای کلیک میکنیم او اتومات پنهان شود. دوستا در این قسمت تصویری را که میبینیم اطراف ازی سیاه هست و ما این را نمیخوایم که سیاه باشه. باید تصویر ما فول اسکرین باشه تا ما بتونیم واضح اما تمام ابعاد تصویر ببینیم و از حد اکثر مانیتور کامپیوتر خود استفاده کنیم. به این خاطر کنترل و دکمه 0 را فشار بدیم تا این تصویر بر ما فول اسکرین شود و تمام صفحه را فرا بگیره. حتی میتونیم اگر این در این حالت قرار داشت از منوی ویو فیت آن اسکرین فشار بدیم و باز هم امی حالت امی اتفاق میفته و تصویر فیت آن اسکرین میشه، در تصویر به صفحه برابر بشه. دوستای عزیز از همچنان میتونیم پراپرتیز ما در این قسمت قرار بدیم به خاطر از اینکه مزاحمت نکنه و از این قسمت میتونیم پراپرتیز باز کنیم وضعیت کلان از در این قسمت میتونیم خود بسازیم میشه امی قسم از استفاده کنیم. در پنل لیرز دوستا چندین بخش ها هست. یکی بخش اولی اینی فیلتر هاست که ما از این قسمت خاموش روشن کرده میتونیم. پایین از این بلندینگ مود ها هست، در روبروش اپاسیتی است و در پایین اپاسیتی فیل است که اینا هر دوشان دقیقاً یک کار انجام میدن اما باز یک تفاوت بسیار خرد دارن. نسای شفافیت تصویر به عهده داره و این هم شفافیت تصویر به عهده داره، اما یک زمان میآید که اینی فیل فقط تصویر داخلی را از رنگش از بین میبره و اما خطوط استروک را از بین نمیبره. در رابطه با استروک و سایر افکت هایی که در بلندینگ آپشنز وجود داره در لایر استایل، اینا را ما براتون دانه یک ویدیو ساختیم و آموزش دادیم. میتونید برین و ویدیو را از قسمت بالا سمت راست ببینید و بفهمین که این قسمت یعنی استروک چی هست و از کجا میتونیم اون رو بیاریم و چه قسمی کار میکنم. قسمی که میبینید در این هفته ما استروک دادیم و استروک رنگش چی است؟ رنگ استروک نارنجی است. میخوایم از این قسمت رنگ استروک براتون سرخ بسازم تا شما واضح تر بتونین ببینین. فیل 0 میکنیم، ببینین هفته رنگش 0 شد اما استروک هنوز در جای خود باقی است. اما تفاوت کوچکی که اپاسیتی با فیل داره امی است که اگر اپاسیتی را 0 کنیم تمام هفته همراه با استروک و فیل اردویش 0 میشه. باش که ای را براتون فیلتر را براتون یک آموزش بدم. از کایند که است یعنی نوع، کایند به معنی نوع. از قسمت کایند از این منو کایند اگر انتخاب کنیم با ما شما انواع فایل ها را نشان میده، میگه کدام نوع فایل براتون نمایش داده شود. فایل ما راستر باشه، اسمارت آبجکت باشه یا شیپ
باشه یا تکست باشه. این قسمت میبینین باز یک فایل دیگه هم به نام adjustment layer داریم که در این قسمت است. اگر در این قسمت ما هر کدام از این انتخاب کنیم و فیلتر روشن باشه همون فایل به ما نشان میده. و طور مثال تصویر پیکسلی باشه، من میگم نه پیکسلی نباشه فقط adjustment layer نشان میده. adjustment layer هم نباشه فقط تکست نشان میده و تکست هم نباشه فقط شیپ نشان میده و شیپ هم نباشه فقط فایل های اسمارت آبجکت به ما نشان میده. خب در رابطه با اسمارت آبجکت براتون توضیح دادیم دوستان، در یک ویدیو جدا میتونین اون رو ببینین. از قسمت کایند میگذاریم و میریم در قسمت نیم. در قسمت نیم که است ما شما هر نامی را که برای یک لایه داده باشیم در قسمت میتونیم اون رو جستجو کنیم و امو لایه را پیدا کنیم. برای مثال ما در قسمت نوشته میکنم برد و میبینیم که امو لایه که نامش برد هست عاجل نمایش داده میشه. و در قسمت افکت ما از این قسمت میایم در اطراف گنجشک یک استروک اضافه میکنم در قسمت لیر استایل. اگر ما دو تا کلیک در ادامه لایه انجام بدیم لیر استایل باز میشه و اگر در روی نامش دو تا کلیک کنیم حالت تغییر نام بر ما فعال میشه. اگر در این قسمت دو تا کلیک کنیم تصویر خودش در یک داکومنت جداگانه و به شکل کلان بر ما نمایش داده میشه. خب دوستا ما در قسمت دو تا کلیک میکنم که لیر استایل باز شه و استروک کلیک میکنم. استروک هم به یک مقدار اندازه که اینجا معلوم شه براتون سایز کلان میسازم ببینین و افکت ها رو روشن میکنیم. دوستا از قسمتی که افکت انتخاب کردیم ما گفتیم که اگر فایل هایی که فقط استروک داشته باشه برش انتخاب میکنیم و اونا رو نشان بده و استروک انتخاب کردیم و ببینیم که قسمت افکت استروک در چی است؟ افکت فعال است و یعنی امی فایل یعنی امی لایه چی داره؟ استروک داره. و ما اگر این را کلیر کنیم کلیر لایر استایل کنیم دیگه هیچ لایه‌ای به ما نشان داده نمیشه چون هیچ لایه استروک نداره. از قسمت مود اگر هر لایه‌ای را ما یک مود سرش اپلای کرده باشیم همون لایه نشان داده میشه. مثلا هفته و ما چی کردیم؟ مثلا فیل ما افکت کالر داج سرش اپلای کردیم. میایم فیلتر رو روشن میکنم و در قسمت مود اینجا فیلتر کالر داج انتخاب میکنم. ببینیم کدام میگم هم لایه هایی که کالر داج داره رو نشان بده. ببینید فقط الیفنت نشان میده چون فیل الیفنت امو کالر داج سرش اپلای شده. و از این قسمت اتریبیوت اگر انتخاب کنیم فیلتر خاموش میکنم. فیل از حالت کالر داج به نورمال تبدیل میکنم و در اتریبیوت حالت هایی داریم مثلا لایه هایی که ویزیبل است، لایه هایی که لاک است، لایه هایی که امتی است شفاف است، لایه هایی که لینک است، لایه هایی که و اگر برای از اینکه ما لایه ها رو براتون این فیلتر رو بتونم درست نشان بدم از فیلتر لاک استفاده میکنم. فیلتر خاموش میکنم، گنجشک من لاک میکنم یعنی وقتی لاک باشه دیگه هیچ کلیک سرش کار نمیکنه. میبینیم بک‌گراند کار انتقال میکنه اما گنجشک انتقال نمیکنه. فیل انتقال میکنه ولی گنجشک انتقال نمیکنه. چرا؟ چون این قفل در این قسمت است و این لایه فعلا قفل است. و میریم فیلتر رو چالان میکنیم میگیم از قسمت اتریبیوت فقط همون فیلتر همون لایه های رو به ما نشان بده که لاک است. میبینین اینی همون لایه است که لاک است. پس اگر لاکش باز کنیم دیگه هیچ وقت را نشان نمیده. همین قسم سایر بخشایش هم همه قسم است. و اگر ما به کالر بیاییم دوستا و از این قسمت رنگی که میخوایم انتخاب کنیم میبینیم که ما در قسمت لایه های ما بعضی لایه های ما رنگی است. مثلا لایه افتوینی رنگ است، آبی است، گنجشک نارنجی است و بک‌گراند ما زرد است. پس اگر فیلتر فعال کنیم در قسمت کالر ما رنگ نارنجی را انتخاب کنیم ببینید گنجشک که نارنجی بود امو را نشان میده و اگر زرد انتخاب کنیم چی میشه؟ بک‌گراند ما را نشان میده. اگر آبی انتخاب کنیم چی میشه؟ افتوا نشان میده. چرا؟ چون این لایه ها که از خود رنگ دارن دوستان. خب از این قسمت خطا میخوریم دوستان میایم در پایین تر از او چند تا آپشن های دیگه است. به عنوان مثال اینی آپشن اولی لاک است یعنی هیچ تغییرات در او آورده نمیتونیم. معمولا بک‌گراند ها رو ما لاک میکنیم بخاطر که هیچ تغییر نکنه حرکت نکنه. اگر ما یک قسمت از بک‌گراند لاک قیچی میکنیم پاک کردن نتونیم پنسل پاک میبینی کار نمیکنه میگه بخاطر که چی است لایر لاک است. اینی لایر رو مثلا میخوایم پاک کنیم چی میگه cannot use the eraser because the layer is locked. این لیر میگه لاک است و از ایرسر در این استفاده کردن نمیشه. و در قسمت در کنار لاک یک لاک دیگه داریم به نام آرتبورد لاک. وقتی از آرتبورد ما یک آرتبورد دوم کپی میگیریم
یعنی آرتبورد کاپی یک حالت داریم. اینی فایل بک‌گراند ما آرتبورد دومی را تمام دیتاش پاک میکنم که شما ببینین. آرتبورد 2 و آرتبورد 1 ببینین. خب آرتبورد 1 که تصاویر داخلش وجود داره و آرتبورد 2 که تصاویر هیچ چیز نداره، سفید است. و ما آرتبورد 2 را از این قسمت لاکش فعال میکنم. لاک آرتبورد، فقط لاک آرتبورد است. هر چیزی را که من از این قسمت در آرتبورد انتقال میتم در اصل در داخل آرتبورد نرفته، یعنی در بیرون است، مثل اینجا واره. اما اگر اینی آرتبورد من لاکش باز کنم، فیل من به این قسمت انتقال بتم، چی میشه؟ در داخل آرتبورد 2 میره. میبینین؟ در داخل آرتبورد 2 میره. و اگر من خود فیل لاک آرتبورد رو فعال کنم، چی میشه؟ میآید در بیرون، در آرتبورد 1 میمونه، حتی از آرتبورد 1 بیرون نمیشه. اگر من باز لاک آرتبوردش باز کنم، مستقیم چون در روی آرتبورد 2 است میپره داخل آرتبورد 2 میره. این لاک آرتبورد تنها کاری که انجام میده امی است دوستای عزیز. بعدیش گزینه لاک پوزیشن است. این فقط انتقال یک شی در اینجا لاک میکنه، دیگه هیچ کار لاک نمیکنه. مثلا اگر ما لاک اولی را فعال میکردیم دیگه نمیتونستیم با پنسل پاک یک قسمتی از این پاک کنیم، میگفت چون این لاک است. اما اگر ما سرزی پوزیشن لاک اعمال کنیم، چی میشه؟ با پنسل پاکی را پاک کردن میتونیم دوستا. اما تنها کاری که سرزی کردن نمیتونیم است که این انتقال دادن نمیتونیم. تنها پوزیشن لاک کاری میکنه که تکان نمیخوره، دیگه کارا سرش میشه. بغلی از اینکه دو تا آپشن دیگه داریم، یکی اینی رنگ قلمک است، میگه لاک ایمیج پیکسلز. فقط این پیکسل های رنگی را قفل میکنه. باز در رابطه با پیکسل های رنگی و پیکسل های شفاف هم یک ویدیوی جداگانه ساختیم، میتونین او را برین ببینین و بعد بفهمین که این پیکسل های رنگی و پیکسل های غیر رنگی چی هستن. دوستا پیکسل های رنگی را اگر ما لاک کنیم، بعد ما همراه قلم در این قسمت رنگ بکشیم، پیکسل های رنگی قابل ترسیم نمی باشن چون لاک هستن، در روی زیاد رنگ کار نمیکنن. میبینین دوستا؟ میبینین دوستای عزیز؟ این پیکسل های رنگی کاملا لاک هستن و ما هیچ رنگ کشیده نمیتونیم سرشون. اما اگر ما بیایم همین پیکسل های رنگی را باز کنیم و پیکسل های شفاف چی کنیم، لاک کنیم، یعنی در جایی که پیکسل های شفاف داره رنگ کرده نمیتونیم، فقط روی خود پیکسل های رنگی را میتونیم رنگ کنیم. اینو ببینید دوستا، این دیگه بخیلی واقعا جالب است و این قسمت شما خیلی کار میاد براتون. خب قسمت های بالا تمام شد و ما آمدیم در فضای خود پنل لیرز. در اینجا ما وقتی کلیک میکنیم چی نشان داده میشه؟ اولین آپشنی از این است که نو تامنیلز، یعنی تامنیل نشان داده نشه. از این قسمت لایه ها فقط دیگه عکسشون نشان داده نمیشه و فقط نامشون و آیکونشون نشان داده میشه. اما اگر روی اسمال تامنیلز کلیک کنیم، تامنیل ها نشان داده میشه اما بسیار ریز نشان داده میشه و قسمی است که ما صحیح متوجه نمیشیم. و اگر میدیم کلیک کنیم یا کمک کلانتر و لارج تامنیلز کلیک کنیم خیلی کلان میشه. من معمولا روی میدیم قرار میدم چون فضای کمتر و تصویرش قابل دید میباشه. اگر در دو تا آپشن پایینی کلیک کنیم، کلیک تامنیلز تو داکیومنت باوند، خب میبینین اولی تیک زده شده چون کلیک تامنیلز تو لیر باوند است. وقتی من روی فیل کلیک میکنم، باوند فیل میبینین اینی باوند است، یعنی اطرافش یا امو حریمش اینم قدر است، فضایش اینم قدر است. پس تصویر فیل به همون اندازه حریمش نشان میده و گنجشکه که میبینین دراز رقم است، نه؟ از این تمدیلش درازتر نشان میده. و آفتاب چی است؟ بخی مربع واره است. این آفتاب مربعی نشان میده. و تکست که است اینجا باز تکست چی نداره، نه؟ تمدیل نشان نمیده تکست. بک‌گراند ما رو ببینین دراز است، مستطیلی است. این مستطیلی نشان میده چون این شکل داکومنت ما رو داره و داکومنت ما به همین سایز بک‌گراند است. دوستو در قسمت منظورش از این است، میگه تمام تمنیل ها رو به اندازه تمنیل بک‌گراند نشان بده. در قسمت دیدین تمام تمنیل ها تو کلان شد، به اندازه تمنیل بک‌گراند شد. اما این حالت قسم خوبیش در این نیست که ما و شما اما شکلی که داخل این لایه وجود داره نمیتونیم تشخیص بدیم و ما معمولا روی کلیپ تمنیلز تو لیر باوند کلیک میکنم، تیک را قرار میتم تا بتونم درست تشخیص بدم که در کدام لایه چه تصویری وجود داره. دوستا در قسمت پایینی پنل لیرز 7 تا آیکن داریم که 7 آیکن 7 کار مشخص انجام میدن و در ضمن که 7 کار انجام میدن اینا چندین کار دیگر هم انجام میدن. به طور مثال اگر بخوایم یک لایه را از اینجا حذف کنیم، فقط با یک کلیک روی همون لایه که سلکتش کنیم و یک کلیک روی سطل زباله او را میتونیم کاملا حذف کنیم.
و حتی از این طریق هم میتونیم رو حذف کنیم و کش کنیم لایه رو و روی سطل زباله رهاش بسازیم و با کلیدهای کیبورد هم میتونیم اون رو دلیت کنیم. میتونیم کلید دلیت فشار بدیم تا دلیت شوه و یا کلید بک اسپیس فشار بدیم تا دلیت شوه و یا کلیک راست کنیم و از این قسمت دلیت لیر فشار بدیم یا از این قسمت منوی لیر دلیت و لیر انتخاب کنیم تا دلیت شوه. دوستان عزیز راههای دلیت کردن رو دیدیم. حالا میخوایم ببینیم که چه قسم یک لایه ایجاد میشه. از این قسمت میتونیم یک کلیک کنیم و یک لایه شفاف ایجاد میشه روی ازیا و آنقدر شفاف است که هیچ چیز از اون لایه رو ما دیده نمیتونیم و لایه های پایینی از اون رو ما میتونیم ببینیم. اما وقتی که با توش سر از اون رنگ میکنیم باز پیکسل ها رنگی میشه و زیر از رو ما دیدن نمیتونیم. خب از قسمت مثبت یک استفاده دیگه هم کردن میتونیم. یک لایه رو میتونیم از توسط کاپی کنیم. مثلا بک‌گراند رو میخوایم دو تا شوه یا فیل میخوایم دو تا شوه. کش میکنیم روی از مثبت رها میکنیم از فیل دو تا جور میشه. میتونیم امی فیل با یک طریقه دیگه هم کاپی کنیم. مثلا میخوایم از این فیل یک تا دیگه هم داشته باشیم. کلید آلت در روی کیبورد فشار میتیم و نگه میداریم تا علامت ماوسمان اونیو شکل دو تایی را به خود بگیره و کش میکنیم و به راحتی دو تا فیل ایجاد میشه. و یک کار دیگه هم میتونیم از این قسمت انجام بدیم. کلیک راست میکنیم و دپلیکیت لایه را فشار میتیم. از این قسمت نام برش انتخاب میکنیم. از قسمت داکومنتش انتخاب میکنیم نیو باشه یا روی امی داکومنت ایجاد شود. اگر ما امی داکومنت انتخاب کنیم دمی قسمت کاپی میشه و اگر ما نیو را بزنیم یک داکومنت جدید در این قسمت برمان ایجاد میشه و امی داکومنت امی لایه میره در اون داکومنت. یعنی میبینیم ما و شما اگر امی داکومنت ما انتخاب کردیم و روی آرتبورد یک انتخاب کردیم، آرتبورد یک چون امی آرتبورد ما آرتبورد یک نامش است، اوکی میذاریم. دوستان در این قسمت دپلیکیت شد، آرتبورد ما هم نامش یک است. از در این قسمت هم معلوم میشه و در این قسمت هم معلوم میشه. و حال میخوایم امی کار انجام بدیم اما این قسمت نیو رو انتخاب کنیم ببینیم چی میشه. در نیو باز ما و شما از ما پرسان میکنیم اگر نیو داکومنت که ایجاد میکنی برش بگو که نام داکومنت چی باشه. میگم داکومنت الیفنت و با فشار دادن دپی اوکی یک داکومنت جدید به نام الیفنت ایجاد میشه به همون سایز و الیفنت در روی داکومنت کاپی میشه. دوستان عزیز از طریق کیبورد میتونیم کنترل جی را فشار بدیم و این را کاپی کنیم. اینا روش‌های کاپی کردن یک لایه بود دوستان عزیز. از طریق آپشن بعدی که شکل فولدر را داره ما میتونیم برای از یک گروپ ایجاد کنیم. به طور مثال من میگم گنجشک کامرا با فیل اینا دو تا لایه‌ای هستن که با هم دیگه باید در یک گروپ باشن تا دو تا معلوم نشن دمیرای مرا نگیرن و هر وقت که من نیاز داشته باشم اینا از گروپ خارج کنم و سرشان تغییرات ایجاد کنم بعد پس دوباره در گروپ خود پنهان شوند. با کش کردن و روی رها کردن روی فولدر میتونیم برای زیر گروپ ایجاد کنیم. گروپ یک و از این قسمت باز میشه و پس بسته میشه. همچنان میتونیم کنترل جی را بزنیم تا گروپ ایجاد شود. همچنان میتونیم که اینا را سلکت کنیم و بعد خودمان روی آیکن گروپ کلیک کنیم و گروپ برشون ایجاد شود. باز هم روی از یا کلیک کنیم و از این قسمت انتخاب کنیم که گروپ فرام لیرز انتخاب کنیم. نام برش بدیم، کالر برش بدیم و مود ازش برش انتخاب کنیم کدام مود باشه و اپاسیتی شکم زیاد کنیم. بعد اینا انتخاب کنیم. گروپ هم میتونیم خودمون گروپ خالی هم ایجاد کنیم که از طریق کلیک کردن روی ازی تنها میتونیم یک گروپ خالی ایجاد کنیم. باز هر فایل که خواستیم روی گروپ ببریم رها کنیم و فایل داخل گروپ بره. آپشن بعدی adjustment layers میگه اینا adjustment layer ها چیکار میکنن؟ adjustment layer ها فقط به خاطر ازی هستن که ما و شما بالای لایه های مان adjustment کنیم، رنگشان رو تغییر بیاریم، تنظیم کنیم، نورشان کم و زیاد کنیم، سایه‌شان کم و زیاد کنیم و هایلایتشان کم و زیاد کنیم، شادویشان کم و زیاد کنیم و بتونیم تغییراتی را که بالای لایه ها میشه در دسترس ما قرار داده که از این قسمت ما بتونیم اینا را اعمال کنیم. adjustment layer ها معمولا در این قسمت هم وجود دارن. اگر یک لایه را سلکت کنیم و از این قسمت adjustment بریم در قسمت ما adjustment layer ها هستن اما در این قسمت قرار داده چون ما بتونیم زودتر اینا را پیدا کنیم. مثلا ما میخوایم که اینی فیل کمی رنگش ما تنظیم کنم، میایم بالای adjustment layer کلیک میکنم و curves انتخاب میکنم. در قسمت curves اگر ما این قسمت رو ببینیم این روشنی ها به معنای تاریکی است و این تاریکی ها به معنای روشنی است. اگر ما روشنی را کم کنیم یعنی ما تاریکی ها را کم میکنیم، تاریکی ها را کمتر کرده میریم. ولی اگر روشنی را این طرف بیاریم یعنی ما روشنی را زیادتر کرده میریم، قسمت های روشن دیگه هم روشن کرده میریم. از این طریق ما میتونیم که نور را کنترل کنیم. در این قسمت کلیک میکنیم و در این قسمت کلیک میکنیم، دو تا کی فریم بر ما جور میشه. اگر این قسمت کی فریم روشنایی را بالا ببریم روشنایی زیاد شده میره و اگر این پایین بیاریم
روشنایی کم شده میره. و همچنین اگر یک قسمت ما بالا ببریم تاریکی ها روشن شده میره و اگر پایین بریم تاریکی ها تاریک تر شده میره. این ادجستمنت لیر روی تمام تصویر کار میکنه. شاید این براتون سوال خلق شود که چرا ما تنها فیل میخواستیم تغییرات بریم، چرا تمام تصویر این تغییر کرده رئیس؟ به این خاطر که ما ایره روی تمام تصویر فعلا نتیجه میده و باید ما مخصوص امی لایه بسازیم. چه قسم ایره این کار انجام میدیم؟ با آمدن روی لیرز و کریت کلیپینگ ماسک. این آپشنه که ما کلیک میکنیم یک وکتور زده میشه رو بروی می آیکن پایین، لایر پایین و ادجستمنت لیر دیگه میگه مخصوص امی لایه میشه و هرگاه ما در تغییرات ایجاد میکنیم تغییرات ما فقط بالای فیل اعمال میشه. ما میتونیم دوباره از این قسمت ایره از حالت کلیپینگ ماسک خارج بسازیم. آلت فشار میدیم در وسط ادجستمنت لیر و لایه قرار میدیم تا علامت ما یک قسم شوه از حالت دست به یک قسم تبدیل شوه و یک کلیک میکنیم. این فعلا از حالت کلیپینگ ماسک بیرون شده و به تمام لایه تاثیر میگذاره و هرگاه باز دوباره آلت فشار بدیم و ایره در وسط لایه و ادجستمنت لیر قرار بدیم و شکلش به حالت باشه یک کلیک کنیم تنها روی امون لایه تاثیر میگذاره. همچنین میتونیم از این قسمت هم از این حالت خارج بسازیم، یعنی ریلیز کلیپینگ ماسک فشار بدیم و همچنین میتونیم که از شارتکت استفاده کنیم. کرییت کلیپینگ ماسک آلت کنترل و جی است شارتکتش. در این قسمت میایم کلیک میکنیم آلت کنترل و جی از کیبورد فشار میدیم و این کلیپینگ ماسک میشه و پس دوباره امی شارتکت که فشار بدیم از حالت کلیپینگ ماسک خارج میشه. خب دوستای عزیز، از این ادجستمنت لیر ها خودتون باز برین ببینین. ما یک ویدیوی کامل هم ساختیم در قسمت بالا براتون نشان داده میشه لینکش و میتونین برین تماشا کنین ببینین و ادجستمنت لیر ها را آشنا شوین. قسمت بعدی کلیک آیکن بعدی که است آیکن بعدی به نام ماسک است، لایر ماسک. در لایر ماسک ما شما چی کار کرده میتونیم؟ در لایر ماسک ما شما بالای یک لایه ماسک ایجاد میکنیم تا ای که چی شوه؟ امی لایه قسمت های که ماسک برش ایجاد میکنیم پنهان شوه. مثلا ما اینجا بالای لایه ال و ای یک ماسک ایجاد میکنیم تا قسمت هایی که در روی فیل است پنهان شوه. برای این کار ما اول نیاز داریم که اطراف فیل سلکت کنیم. از طریق سلکشن تول ها هم میتونیم، چون در ویدیوهای دیگه ما شما خواندیم که سلکشن تولز چه کارهایی انجام میده. ویدیو برای هر کدام از این سلکشن تولز ها ما جدا جدا برشان آماده کردیم، میتونیم از قسمت بالا لینکش ببینین و برین اون رو تماشا کنین. همچنان میتونیم از این قسمت بالای شکل فیل یک کلیک کنیم و کنترل فشار بدیم و یک کلیک انجام بدیم. با یک کلیک، چون این ترانسپرنت است اطرافش و بک‌گراند نداره، به شکل PNG است و این ویدیو برش ساختیم، میتونین بریم ببینین شکل PNG چی است، ترانسپرنت چی است، این چیزها رو برش ویدیو ساختیم در چنل ما هست، بریم ببینین. بعد از او ما کنترل شیفت آیا فشار میتیم تا امی سلکشن به اطراف فیل تغییر کنه، یعنی خود فیل دیگه ایچی نکنه، سلکت نکنه، اطرافش سلکت کنه. پس میریم روی تکست ما کلیک میکنیم و از این قسمت ماسک فشار میدیم. ببینین اطراف فیل سلکت بود، به این خاطر اطراف فیل نشان میده و روی خود فیل که سلکت نبود او قسمت تاریک نشان میده. قسمت های تاریک یعنی او قسمت های پنهان و قسمت های سفید یعنی قسمت های نمایان. از این قسمت ما براش تول میگیریم، انتخاب میکنیم، سایز براش خرد میسازیم و رنگش سفید میسازیم، رنگش هم از این قسمت سفید باشه. وقتی که ما این قسمت ها رو سفید کرده میریم، یعنی او قسمت سفید کرده میریم، به این معنی است که چی میشه؟ ما اون قسمت های پنهان ماسک از بین میبریم و ماسک رویش از بین میبریم و میخوایم که نمایان شه. میبینید اون قسمت های ماسک شما از بین میبریم، این نمایان شده میره. این دوستان ال به قسمت بالا و ای به قسمت پشت سر انتقال کرده دوستان عزیز. و اگر ما بخوایم که ماسک زیر ببینیم، آلت فشار میتیم و یک کلیک میکنیم، ما میتونیم که ماسک ببینیم که کدام قسمت ها معلوم میشه یعنی سفید است و کدام قسمت ها معلوم نمیشه و سیاه است، پنهان است. و دوباره میتونیم با فشار دادن آلت و یک کلیک ماسک از بین ببریم. امیدوارم که مفهوم ماسک گرفته باشین
به خاطر طراحی بسیار کمک میکنه، در بخش های زیادی کمک میکنه. و میریم بخش بعدی، افکتس میخوانیم. ما مثلا میخوایم بالای گنجشکک یک افکت اضافه کنم. از این که ما برم دنبال افکت ها بگردم، در اینجا بر ما اجازه داده که راحت تر این افکت ها رو پیدا کنیم. برای مثال افکت استروک ما انتخاب میکنم. از این قسمت استروک رنگ استروک از سفید میگذارم، چون ما میخوایم که مثل یک شکل کاغذی معلوم شود و سایزش هم 9 میمانم، کمی مقبول معلوم میشه. و از این قسمت افکت شادو، دراپ شادو رو اضافه میکنم. دراپ شادو رو باز از این قسمت تنظیم میکنیم. ما میتونیم دراپ شادو رو روی ماوس بگیریم و هر طرف انتقال بدیم تا هرچی که نظر بعد سلیقه ما بود و اوکی کلیک میکنیم. در این قسمت میبینیم که افکت ها فعال شد، بعد استروک و دراپ شادو هم روی از اعمال شده. همچنین میتونیم افکت ها را بالای فیل هم انجام بدیم. از این قسمت میایم روی استروک فعال میکنیم. فیل چون کلانتر است، استروک شده اولتر زیادتر میسازیم. همچنین دراپ شادو رو سرش فعال میکنیم. دراپ شادویش کمکی پایانتر کش میکنیم معلوم شوه. این دوستای عزیز، این هم از پنل لیرز. فقط آخرین چیزی که مانده این است که ما میخوایم مثلا این لایه ها از هم دیگه نپاشه و هر لایه جداگانه در طرف حرکت نکنه. به این خاطر ما و شما میتونیم که لایه های ما را علامت بزنیم، سلکت کنیم یعنی، و بعدا از این قسمت دکمه لینک فشار بدیم تا همین لایه ها با هم لینک شوند، تا اگر ما هر لایه را که از این قسمت حرکت بدیم تمام لایه ها با او ارتباط داشته باشه و حرکت کنه و باعث از این نشه که تصویر که ما زحمت کشیدیم و ساختیم و از هم بپاشه. و این ما میتونیم داخل یک گروپ قرار بدیم و نامش بگذاریم فیل elephant with bird and text. اینا دوستا، این گروپ ساخته شد و هر وقت که ما بخوایم سر از کلیک کنیم گروپ باز میشه و به ما نشان میده که کدام لایه را ما سلکت کردیم. دوستای عزیز، و یک علامت دیگه در این قسمت است. اگر ببینین این که لینک در این قسمت فعال باشه، تصویر که حرکت میتیم ماسک هم همراهش حرکت میکنه. اما اگر او غیر فعال باشه که من همین رو غیر فعالش کردم، تنها ماسک حرکت میکنه. میبینین قسمتی که ما ماسک علامت زدیم حرکت میکنه و باعث میشه که ماسک ما از هم بپاشه و یک خرابی را به وجود بیاره در تصویر ما. این خاطر ما این لینک فعال نگه میداریم. خب دوستای عزیزی بود آموزش بخش لیرز. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین لیرز چه کارا میکنه، در بخش لیرز چه چیزا هست. ویدیوهای آموزشی که در این رابطه وجود داشت، بخش ترانسپیرنت، PNG، JPG، دیگه فایل هایی که پیکسل های شفاف داره، فایل هایی که پیکسل رنگی داره، فایل های وکتور، فایل های رستر، همه اینها رو ما یک ویدیو جدا ساختیم براشون. میتونید برین در چنل ما جستجو کنین، چنل ما هست پایین برین و این ویدیوها رو تماشا کنین. یادتون نره که چنل ما رو سابسکرایب کنین، ویدیوهای ما لایک کنین، کامنت بگذارین، جایی که مشکل داشتین کامنت بذارین، جایی از ویدیو رو که نفهمیدین ویدیو رو سر برگردانین و دوباره ببینین. میتونید هر چند باری که دوست داشتین ویدیو رو برگردونین دوباره سر ببینین تا اینکه صحیح اون قسمت یاد بگیرین. دوستای عزیز، تا قسمت بعدی شما رو به الله منان میسپارم. برین و ویدیوهای بعدی رو تماشا کنین. خدا نگهدار.